جاده آباده به شیراز و 185 کیلومتر مانده به شیراز در منطقه صفاشهر گردنه کولیکش قرار داره. منطقه سردسیر که دمای آن گاهی به منهای 38 درجه میرسه. در زمستانها تصادفات زنجیره‌ای زیادی میشه. در سال 1398 2 دستگاه تریلی تصادف کردند و هر دو آتش گرفتند. ماموران حین بررسی این سانحه بودند که یک تریلی به علت نقص فنی و یخزدگی جاده با خودروهای امدادی و پلیس و مردمی که در آنجا بودند برخورد کرد که منجر به کشته شدن و مصدومیت 18 نفر شده بود. در سال 1348 دکتر عماد از پزشکان شیرازی که با خانوادش از گردنه رد می شدند، دکتر از ماشین پیاده میشه که یخزدگی شیشه رو پاک کنه که گرگ‌های گرسنه بهش حمله کردند و اونو جلو خانوادش تکه پاره کردند. علت نامگذاری این گردنه به نام کولیکش. در یک طایفه عشایر که در ییلاق آباده بودند، یکی از دختران ایل که نامزدش در قشلاق بود از پدرش که رئیس ایل بوده میپرسه که کی کوچ میکنیم. پدرش به درختی که دم سیاه چادرشون بوده اشاره میکنه و میگه هر وقت که این درخت گل کنه کوچ میکنیم. اون درخت گز و تاق بوده که به گویش محلی به اون تنگز میگن. دختر هر روز از درخت تنگز مراقبت میکنه و هر وقت که خمیر درست میکرده دستان خمیریش رو با آب گرم پای درخت میشسته. آب گرم خمیری و مراقبت‌های ویژه اون دختر از درخت تنگز باعث میشه که درخت زودتر از موعد گل کنه و چون گل کردن درخت نشانه هر ساله کوچ ایل بوده، رئیس با دیدن گلهای درخت دستور کوچ میده و ایل به رسم هر ساله کوچ میکنه و در راه به گردنه میرسند. به خاطر سرمای شدید برف و برفگیر شدن همگی یخ میزنند و از اون تاریخ گردنه به کولیکش معروف میشه. بعد از این اتفاق یک ضرب المثلی در استان فارس رایج میشه که میگند تنگزش بی موقع گل کرده. امیدوارم که تنگز زندگی شما پرگل و همه کاراتون با موفقیت و به موقع انجام بشه. ارادتمندم، شناور.